سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 28 فوریه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. تغییرات کادری در وزارت مدافعه و قوه‌های مسلح تاجیکستان، قتل بیرحمانه مهاجر تاجیک در روسیه از سوی همدیگانش برای 2 ابیکت کاری، مدیر انبار اداره برق استرافشان به دزدی 1,200,000 سامانی عیبدار می شود. زین الله شریف زاده از خانواده پرنفوذ سایبوفا پرزیدنت وقت شد. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 28 فوریه سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در مقام‌های رهبری وزارت مدافعه و دیگر ساختارهای قوه‌های مسلح یک سلسله تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله با فرمان پرزیدنت خسرو بابازاده از وظیفه فرمانده قشون‌های خشکگرد جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شده به این وظیفه سفرعلیزاده رحمانعلی تعیین گردید. همچنین با قرارهای حکومت سفرزاده جمشید معاون وزیر مدافعه اوید به تیاری جنگی، ناصرزاده عادل رحمان معاون وزیر مدافعه اوید به اسلحه و تکنیک حربی، رحمانزاده مظفر انور معاون وزیر مدافعه اوید به کارهای سیاسی و تربیوی و سیدزاده باباجان معاون وزیر مدافعه اوید به عقبگاه تعیین شده. شایان عبدالستار سردار دانشکده حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. همین طور با فرمانهای پرزیدنت صابرزاده شمس‌الدین فرمانده قوه‌های حربی هوایی و مدافعه ضد هوایی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و طاهرزاده دلشاد معاون فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شدند. همچنین به وظیفه‌های معاون اول و معاون سردار ستاد کل قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، سرداران یک قطار ریاست و خدمات وزارت مدافعه و ستاد کل، فرماندهان بعضی قسم‌های حربی، کمیسران حربی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سغد و ختلان و نمایندگان وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان در نزد سازمان‌های بین المللی و در نزد سفارت‌های جمهوری تاجیکستان در چند کشور خارجی بنا به گزارش خدمات مطبوعات پرزیدنت کادرهای با تجربه و جوان و کار آزموده تعیین گردیدند. اسمای آنها نشر نشده است. تغییرات کادری در وزارت مدافعه و قوه‌های مسلح در پی عین تغییرات کادری در ترکیب وزارت کارهای داخله و کمیته دولتی امنیت ملی، دادستانی کل، اگنتی مبارزه با کروپسیا و دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق تاجیکستان صورت گرفت. این تغییرات کادری بعد آن بود که امامعلی رحمان روز 19 ژانویه سال 2024 در جلسه شورای امنیت با انتقاد تند از فعالیت نهادهای قدرتی تمام سرداران نهادهای حفظ حقوق و قدرتی ولایت ختلان و منطقه کولاب را با معاونانش از کار راند و طلب کرد که در ساختار مرکزی این نهادها نیز تغییرات جدی کادری انجام داده شود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 26 فوریه سال 2024 از عوض شدن رهبر باشگاه مشهور فوتبال وخش شهر بختار خبر داد. بنا به اطلاع این منبع، رهبریت نو قهرمان سکرت تاجیکستان روز 26 فوریه در جلسه وسیع باشگاه فوتبال وخش در شهر بختار معرفی شد. فدراسیون فوتبال گفت زین الله شریف زاده پرزیدنت نو وخش گردید. همچنین ستاره معروف فوتبال تاجیک محسن محمدیف به جای اسرائیل شریفوف که طی 30 سال در باشگاه وخش کار کرد مدیر یا دیرکتور دسته تعیین شد. در جریان جلسه به اسرائیل شریفوف از نام فدراسیون فوتبال تاجیکستان و شهرداری بختار برای خدماتش سپاسنامه تقدیم کردند. گفته می شود رهبریت نو وخش در نزد دسته وظیفه گذاشته است که باید به لیگ عالی چمپیونات تاجیکستان برگردد و عنعنه‌های باشگاه مبارزه برای جایزه بلند و آماده کردن بازیگران برای تیم یکچین تاجیکستان را ادامه دهد. وخش که چند سال آخر نامش را به ختلان عوض کرده بود، سال گذشته در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان زینه اسم آخرین را گرفت و از لیگ عالی خارج شد. این دسته امسال در لیگ یکم برای بازگشت به لیگ عالی تلاش خواهد کرد. چند پیش طاهرجان مومنوف مربی شناخته تاجیک بعد ترک دسته رفشن کولاب سرمربی وخش تعیین شد. زین الله شریف زاده یا صایبوف از خانواده
در دوشنبه و بختر و وادی وحش پرنفوذ سویبوفو از جماعت چپای فنویه جلالالدین رومی یا سابق کلخوزا بوده است. سویبوفو یگانه خانواده اند که با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 2 مرتبه قدو شدند. محمد ظاهر سویبوف عمک زیدالله شریف زاده به فیروزه رحمان و دختر کلونی پرزیدنت ازدواج کرده است و شمسالله سویبوف برادر زینالله شریف زاده و مالک شرکت فراز با دختر چهارم پرزیدنت رخشانه امام علی. ولی رخشانه امام علی قبلا در وزارت خارجه در مقام‌های بلند کار کرد و حالا سفیر تاجیکستان در شایگری بریتانیای کبیر می باشد. زینالله شریف زاده سالهای زیاد مدیر کل کارخانه سمنت دوشنبه بود. رهبری باشگاه ورزشی برای خانواده سویبوفو تجربه نو نیست. سویبوفو یک باشگاه بزرگ گوشتین را میچرخونند که به شرف بابای زینالله شریف زاده حاج شریف نامش کردند. اسماعیل محمد ظاهر پسر ظاهر سویبوف حالا پرزیدنت فدراسیون گوشتین جودوی تاجیکستان است. خود زینالله سویبوف ماه نوامبر سال 2022 پرزیدنت فدراسیون تکواندوی تاجیکستان انتخاب شده بود. وحش از باشگاه قدیمترین و آوازه‌دار فوتبال تاجیکستان به شمار می رود. وحش در سالهای 60 عصر 20 تأسیس یافته در دوران شوروی همراه دسته خوجند در لیگ دوم چمپیونات SSSR هنرنمایی می‌کردند. در دوران استقلال وحش 3 مرتبه سزاوار عنوان چمپیون تاجیکستان شده، 2 مرتبه جام فوتبال کشور را به دست آورد. ولی سالهای آخر وحش در حالت بحرانی قرار داشت که پایانش زینه آخرین در لیگ عالی و اخراجش به لیگ یکم شد. агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 27 феврали соли 2024 аз ошкор шудани тасарруфи 1 миллиону 265 ҳазор сомонӣ пули давлат аз ҷониби танҳо як мудири анбори шӯъбаи истарафшании ширкати шабакаҳои тақсимоти барқ хабар дод. бино ба иттилои маркази матбуоти агентӣ, ҳомидов дар мансаби мудири анбори филиали шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри истарафшан кор карда истода, ضمن فعالیت کوریش با استفاده از وکالت منصبداری دست به جنایات ازانی خودکنی و اسراف کنی زده است. چنانچه او همچون شخص مسئولیت مالی داشته به حساب خود در انبار شبکه‌های تقسیمات برق در شهر استرافشان مال و محصولات و تجهیزات برقی ارزشمند را به مبلغ عمومی 1,265,163 سامانی رسما قبول نموده، من بعد با مقصد به دست آوردن فایده مفت این مال و محصولات را که به او باور کرده سپرده شده است و در اختیارش قرار داشت برای از آن خودکنی پوره تصرف نموده، با این کردار قصدانه خود به دولت به مبلغ 1,265,163 سامانی ضرر مخصوصا کلان مادی رسانیده است. تفصیلات دیگر قضیه نشر نشده است. خود حمید و یا ادوکاتش نیز برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیست. агентии мубориза бо коррупсия гуфт оид ба ҳолати мазкур нисбат ба умидов бар асоси моддаи 245 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон бо иттиҳоми тасарруфи маблағҳо ба миқдори махсусан бузург парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда тафтишоти пешакӣ идома дорад. ба ҳомидов бар асоси қисми 4 моддаи 245 ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 1824 то 2700 нишондиҳанда барои ҳисобҳо یا محروم ساختن از آزادی به مدت از 10 تا 15 سال تهدید میکند. در روزهای آخر این علاقه دومین حالت دزدی مبلغ‌های بزرگ از شرکت‌های برق است که агентии مبارزه با کروپسیا از آشکار شدنشان خبر می‌دهد. ساحه نیروی برق در تاجیکستان یکی از ساحه‌های از همه فساد زده به شمار می‌رود. قرض شرکت برق تاجیک با وجود مقام مونوپولیستیش در بازار به 33 میلیارد سومانی یا 3 میلیارد دلار برابر شده است. حکومت تاجیکستان در سر چند وقت نرخ نیروی برق را با مقصد از ورطه قرض برآوردن برق تاجیک بالا میبرد، ولی کارشناسان کروپسیا را یک منبع و عامل اساسی به باطلاق قرض غرق شدن این شرکت نامیده میگویند تا زمانی که کروپسیا در ساحه برق ریشه‌کن کرده نشود، یگان قرار بالا بردن نرخ برق این شرکت را از رسوایی ناگزیر نجات دادن نمیتواند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی تفصیلات چگونه در روسیه کشته شدن
یک مهاجر تاجیک را نقل کرد و خبر داد که متاسفانه بهرام علیقلوف از دهه کشتودک جماعت یاری پنجکند را ماه مارت سال 2021 در ملک مسافری همدیگان خودش برادران صاحب نظر و جوانبیک یوسپوف که مثل او در مهاجرت کاری قرار داشتند با یک بیرحمی مخصوص کشتند. سبب علیقلوف را کشتن و حتی گلوی او را بریدن برادران یوسپوف بنا به خلاصه تفتیشات بحث آنها بر سر ابیکت‌های کاری در بوستانسرای‌های پاروس و لیسنوی شده است. 28 مارت سال 2021 در کنار راه موشنگرد خطکووا دیمیتروا در دهه نوژلتیکووا در نزدیکی شهر سرگیف پسد در ولایت مسکو روسیه جسد شهروند تاجیکستان علیقلوف بهرام رحیموویچ سال تولدش 1978 ساکن دهه کشتودک جماعت یوری شهر پنجکند در داخل برخلته با گلوی بریده و دیگر علامت‌های مرگ مجبوری در بدنش شیوع شد. مقامات حفظ حقوق سرگیف پسد در رابطه بین حادثه بر اساس ماده 125 کودکس جنایتی روسیه با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی آغاز کردند. جنازه بهرام علیقلوف را نزدیکانش به تاجیکستان برده در کشتودک به خاک سپردند. غلام علیقلوف برادر بهرام علیقلوف میگوید که او 22 سال باز پای هم هر سال به مردکاری میرفت و در نهایت در مسافرت جان به حق تسلیم کرد. 22 سال باز به مهاجرت کاری میرفت، به یگان کس ضررش نرسیده بود، برعکس اگر دستش می اومد به همه یاردن میداد. مقامات تفتیشات روسیه گمانبر شوندگان در کشتار بیرحمانه بهرام علیقلوف زود معین کردند که هموطنان خودشند، ولی از بس که گمانبر شوندگان به تاجیکستان فرار کرده بودند این پرونده در نیم راه ناتمام ماند و ادامه تفتیش به دوش مقامات حفظ حقوق تاجیکستان افتاد. ماه نوامبر سال 2023 به مقامات دادستانی پنجکند و میلیس ولایت سوخت بالاخره میسر شد که شخصیت گمانبر شوندگان را معاین و آنها را دستگیر کنند. معلوم شد که آنها نیز ساکنان کشتودک بودند. بازداشت آنها در حال صورت گرفت که کشتار بهرام علیقلوف الکی در کشتودک باعث دشمنی عشق ناپذیر بین دو اولاد علیقلوف ها و یوسپوف شده بود. بر اساس خلاصه تفتیشات برادران یوسپوف صاحب نظر و یوسپوف جوانبیک سال تولدشان 1991 و 1995 3 سال پیش هنگام در مهاجرت کاری در سرگیف پسد قرار داشتنشان از حیث خصومت شخصی گلوی امدیهشان بهرام علیقلوف را با کارد بریده او را با یک بیرحمی مخصوص از حیات محروم کردند. بعد با چنین شیوه بیرحمانه کشتن بهرام علیقلوف برادران یوسپوف برای پنهان کردن ایز جنایتشان جسد او را در یک برخلته انداخته با یک ماشینی که روی برده در منطقه دیگر پرتافتند. تفتیشات به نتیجه رسید که یوسپوف علیقلوف را در پی بحث بر سر ابیکت‌های کاری در بوستانسرای‌های پاروس و لیسنوی کشتند. یوسپوف امدیهای خود را به آن ابدار کردند که ابیکت‌ها را از دست آنها گرفته است. دادگاه صاحب نظر یوسپوف و دادر او جوانبیک یوسپوف را متناسباً به 27 و 25 سال زندان نظامش سخت و پسرمه که آنها صدم یوسف زاده را با جرم خبر ندادن به مقامات به 4 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین زندگی خانواده هایشان به خارج و اساساً به روسیه به مردکاری می روند. هر سال در روسیه تا 1000 مهاجر تاجیک به علتهای مختلف اساساً بر اثر فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست جان می‌دهند. همچنین هر سال در روسیه 10 مهاجر تاجیک کشته می‌شوند، از جمله از دست هموطنان خودشان. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 27 فوریه سال 2024 خبر داد که میلیس اکولوژی و سیاحی در شهر بختر 4 تن از مسئولان از جمله 2 رئیس محله، 1 مدیر مکتب و 1 کارمند کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی یا به اصطلاح ژک خارا برای تازه نکردن پرتوگاه‌ها و در حالت افلاس قرار داشتن محیط زیست پروتکل کرده است. میلیس ختلان میگوید حفظ محیط زیست، توزیع آزاده نگاه داشتن کوچه و محله، طبیعت و ثروت‌های بی‌بهای آن وظیفه هر یک شخص صاحب وطن است، ولی متاسفانه بعضی از مسئولین ساختارهای مربوطه دولتی و خود شهروندان در این سمت بی‌توجهی ظاهر نموده در برطرف نمایی عامل‌های خرابی‌آور محیط زیست سهلنگاری و کناره‌جویی می‌نمایند. اخیراً در دایره رید شعبه ملیت اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخله
در ولایت ختلون در حدود شهر بختر یکتن منظره‌های حسن‌انگیز، حالت‌های غیر قانونی در جاهای مقرر کرده نشده، پرتافتن پرتوها و سر وقت تازه نکردن پرتوگاه‌ها از جانب مسئولان کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شهر بختر آشکار و معین کرده شدند. در نتیجه نسبت به مسئولان و رئیسان یکچند محله های شهر بختر که در بدرفتاری نمودن کمبودی های جای داشته، شخصان مسئول به حساب رفته بی‌پروایی ظاهر کردند. پروتکل های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده، از جمله نسبت سرمتخصص کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شهر بختر تقای مرادوف علیشیر، رئیس محله بورباد شهر بختر تقایف بوی مراد، رئیس محله کیانوردان شهر بختر شاه محمد و مرحمت، دیرکتور مکتب رقم 10 شهر بختر خدای نظر و خورشیده، در عکس‌های نشر شده ملیس ولایت ختلون در پهلوی مکتب رقم 10 و در محله های بورباد کیانوردان غرم‌های بزرگ پرتوف دیده می‌شوند که کسی در فکر توزیع کردنشان نیست. ملیس گفت هدف از دایر نمودن چهاربینی‌های مقصدناک حفظ محیط زیست، توزیع آزاده نگاه داشتن محیط اطراف و حفظ سلامتی اهالی می باشد. مجازات مسئولان برای افلاس کردن محیط زیست در تاجیکستان حادثه خیلی نادر است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.